دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در چین. گفتگو درباره مسائل دوجانبه و شرایط حاکم بر منطقه و جهان محور گفتگوهای آقای پزشکیان و ولادیمیر پوتین بود. شخصا خودم پیگیر توافقاتی که نوشته شده هستم و در تلاشیم تمام موانعی که سر راه ما وجود داره اونا رو از بین ببریم. اینا همش بسترهای بسیار مناسبیه برای گسترش روابط ما و همان گونه که امروز هم در اجلاس در حقیقت همکاری‌های اقتصادی شانگهای صورت گرفت، ما داریم تلاش میکنیم که یک جانبه گرایی رو در منطقه از بین ببریم. خواهش میکنم که سلام و بهترین عرضه ها را به سید علی خامنه‌ای مقام معظم رهبری برسانید. مایلم بر آن تاکید بکنم که روابط بین دو کشورمون واقعا دوستانه است. در طی سفر جناب عالی به روسیه در ماه ژانویه یک معاهده به روز رسانی شده بین دو کشورمون به امضا رسید که این معاهده سطح روابط دو جانبه‌مون رو بالا برده. روز پرکار رئیس جمهور در تیانجین با چند دیدار دیگر دنبال شد. دیدار با رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان و گفتگو با نخست وزیر پاکستان و دبیر کل سازمان ملل متحد. مسائل دو جانبه از جمله تعاملات تجاری و اقتصادی، آخرین تحولات موضوع هسته‌ای ایران و راهکارهای مقابله با جنایات صهیونیست‌ها در غزه و یمن محور اصلی این گفتگوها بود. مسائلی که در سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در اجلاس سران شانگهای هم بر آنها تأکید شد. آقای پزشکیان در این نشست از اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی ایران خبر داد و گفت برای توسعه این بندر به سرمایه‌گذاران تسهیلات ویژه خواهیم داد. رئیس جمهور چند ابتکار برای تسهیل مراودات مالی بین اعضای سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد کرد. یک، گسترش تسهیل با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات ارزها. دو، راه اندازی زیرساخت‌های دیجیتال مشترک و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های امن و سریع. و سوم، ایجاد صندوق سواب ارزی چند جانبه به منظور حمایت از کشورهایی که در معرض فشارهای تحریمی یا بحران‌های نقدینگی قرار دارند. در پایان این نشست 20 سند همکاری و یک بیانیه مشترک به امضای اعضا رسید. یک بند راجع به در واقع محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هست. بند بسیار قوی است که در واقع سران سازمان همکاری شانگهای دارن این تجاوز رو محکوم میکنن به اسم در واقع نام بردن از رژیم صهیونیستی و آمریکا در متن بیانیه و بسیار با اهمیت است. رئیس جمهور ایران قرار است در ادامه سفر خود به چین به عنوان میهمان ویژه در رژه بزرگ روز پیروزی چین در جنگ جهانی دوم حاضر شود. آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در سفر 4 روزه به چین با رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و در خصوص مهمترین مسائل دوجانبه گفتگو خواهد کرد. امیر شایان، خبرگزاری صدا و سیما، تیانجین، چین.